کمیته دولتی بوجخانه و گمرک ازبکستان خبر داد که کارمندان بوجخانه اویبک در مرز ولایت توشکند ازبکستان با ولایت سغد تاجیکستان از کوشش قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر پیشگیری کردند. از داخل پنهانگاه یک ماشین بورکشی که از تاجیکستان به روسیه قریب 21 تن انگور میبرد، در عموم 156 کیلو مواد مخدر افغانی از جمله نزدیک 150 کیلو حشیش، قریب 4.5 کیلو افیون و بیش از 1.5 هیروئین یافت و مصادره کردند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. یک قسم اعظم این مواد مخدر از جانب قاچاقبران با استفاده از قلمرو ازبکستان به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان انتقال داده می شود. در رابطه با این حادثه با اتهام قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر پرونده جنایتی گشودند.